پدا هم ما شاهد یک جنایت جدید در بلوچستان بودیم. دو جوان 25 و 26 ساله، رامین گرگیج فرزند غلام محمد، راشد بلوچ 25 ساله، توسط پاسگاه کرتی لیردف در حوزه جاسکا مروچیگین بامداد صبح جمعه 4 خرداد 97 تا کشک بوده. دو کشتک سرا لگته جمجمه پروشته شهید بوده. یه جنایت تا کدی رو ادامه پیدا بکنه. ما با چه شیوه هایی باید مبارزه بکنیم که جلوی جنایت ها بگیریم؟ 170 نفر در طول 4 سال از خرداد 93 تا خرداد 97 که همین روزان بعد که ما گوشون خبر کنگام کشته و زخمی بوده. هرد و مزن، جنین و مردین، پیرمرد، جوان، دانش آموز، دبستانی، 3 ساله کودک، طفل در این جمعیت کشک بوده. جنین، هر نوع مردم که شما بگوشید. هر روز بلوچستان داغدار بودیم. آیا نباید این موضوع حل ببی؟ شیوه ما شماری بشیم. اگر قدم به قدم ما به این شیوه حرکت بکنیم و این راه‌ها و تاکتیک‌ها اجرا بکنیم، من به شما قول دادم که ما نتیجه بسیار خوبی گیریم در بلوچستان. مبارزات مدنی در طول تاریخ بلوچستان در این سطحی که هنوز توسط صحابه و کمپین فعالین بلوچ شکل گرفته نبوده و آثار خفتگی قبلی که ما گندگان که رفت بگوییم روچ بروچ اخگرایی که بلوچستان تو که هستن یه روچ بروچ گرمتر و روشنتر و چسته بگوییم. فراخانی که ما در گذشته دادگاه برای تظاهرات های برقاسا، راهانی که بندن بودم، فراخانایی که ما داد برای کامیونداران تجمعات کنگا، کامیونداران که داخل میدان و ده ها گزارش دیگه مسائل دیگه که بودگم و ما نتیجه دیده چایان چون تمام به برکت همین جنبشم که مردمان با این اعتماد هستن و این همراه هم. پس یه شیوهی که هنوز شما گوشم در هر زمانی که یکی از جوانان کشک بی اجرا بکنیم ما نتیجه گیریم. یک، هیچ خانواده ای نباید از عدم شکایت پیروی بکنم بلکه باید شکایت ببی. هر کسی که جنایتی مرتکب بی باید چای شکایت ببی، حتی اگر این شکایت نتیجه ندهنده اما آنقدر فرد ترسینی تا در نهایت نتیجه دهن و حداقل اشی این که دیگه جنایت تکرار نمیبرد کسی. ما نتیجه های کمابیش در جریان دیسته گرچه نتیجه های قابل درستی ما چه جریان ندیده. پس یک، حتما خانواده چه جریان شکایت بکنه و پیگیر مسررانه به ماجرای توکا. دو، نام مأموری که جنایتی انجام داده، عکس مأموری که جنایتی انجام داده و کجا پاسگاهی و عکس پاسگاه خیلی مهمه. عکس پاسگاهی اما روبروی سردری ایشان سک مهمه، ایشان گرک به صحابه رسینک که ما پخشش بکنیم به تمام رسانه‌های دنیاشان برسینیم. ایشی آن تو که بیم و رو بیداردنده. قضات دادگاهانی که خانواده چون شکایت کنگاهی هم گشته مسئله اهمیت دیم و پیگیری کنند چون مردمان تو که بیداری یهده. سه، تجمع مسالمت آمیز برگزار کنک در مقابل پاسگاه ها. من نمیشه هیچ وقت به پاسگاه حمله بکنه، چرا که جنگ آیانی دوباره خشونت ایجاد کنده. آن گوشن که بیچارهشان خشونت کد شان تروریستن فلانه موضوع کلا واپسی به نفع دولت تمام بی. ما نرو اتفاق کنیم، ما آن در محظوریت قرار بدهیم که در هر صورت موضوع به نفع ما تمام بی. مثل دوشکن تجمعی که در مقابل پاسگاه کوته یحت فلفلش تا اسپری فلفل چمون تو که مردمان جنتگا باز هم به نفع مردمه. چرا؟ گرچه مردم علاوه از پاسگاه دیما رابطگان اما ایشی نشان میده که چه اندازه غیر پاسخگو و چه اندازه جنایتکاره. یعنی چهره کریه آیان روش برود گشته برای مردم به اثبات رسیدگی. پس دو، افشای کامل نامانت. سه، مسالمت آمیزی تجمع در مقابل پاسگاه. تا چه زمانی؟ تا زمانی که مسئولان بیاین. چرا که مسئولان پاسخگو نه هم مأمور کشه مسئول پاسخگو نه هم. ما با تجمع مسالمت آمیز در مقابل پاسگاه مسررانه نندک گوشیم تا زمانی که مسئولان احتیاط پیگیریش نکوده ما حاضر نه از جلوی پاسگاه پاد بیایم. یک کار مسئولان وارد گود میدان کرد و قضات گشتر تورسین در جریان تو. چهار، تبدیل کنگ تشییع جنازهان شهدا به تجمعات مسالمت آمیز و شعار دهک. اگر ما یه سیستم رو پیاده بکنیم یه تجمعات باعث بنده که مردمانی دل تو که امید چسب بی حس قدرت بگیرندیم چیف خفته روچ بروچ گشته چسب بی. تشییع جنازه ها چه ادا به بعد باید تبدیل به تجمعات ببنده. مثل تشییع جنازه که رامین گرگیج و راشد بلوچ هستیم باید ایشی تبدیل به تجمع ببین و عکس و ویدیو حتما گرگ ببین. 5، گرفتن فیلم و عکس، گرگ فیلم و عکس به شکل حریصانه و مسررانه چه مأموران. اگر ما هر مأموری در بلوچستان هست چه جنایت
انجام دهید چه ندهید چا یه ویدیو بگیریم هرچی به خاطرش که مأمور غیر بومی هر روز مثلا ظلم میکنه ما اگر چایم عکس و ویدیو بگیریم آن به شکل مسررانه در شبکه‌های مجازی شنگ بکنیم ایشی باعث بید که مأموران بترسن یک بیم و رعب و وحشتی از چی که آن چهره ها پخش در شبکه‌های مجازی ها در بین آن دلن تو کپیتیم زود دست به اسلحه نبندیم و ما مشابه همین جریان در افشای جنایت‌های رئیس زندان سراوان ما مشاهده که چه اندازه بیم در آی دل تو کپت و آی دست جنایت کوتاه بود و 6 چهره همه مأموران و مسئولانی که هستن آن در فضای مجازی ها شنگ بکنید به خاطر چی؟ به خاطر که هر روز بلوچان کشن اگر ما شما یک کاران انجام بدیم یک تغییری در وقت ایجاد میده یک تغییر وقتی در هر فرد ایجاد ببی در کل بلوچستان ما تغییر شاهد بیم یک تجمعات یک حرکت ها وقتی در یک جا مرکز سازماندهی به مثل صحابته ها که مرکز سازماندهی اعتراضات بلوچستانه وقتی ما نتایج و بارقه های بسیار خوبی از موفقیت در بلوچستان گنده و من ایشیا به شما قول دارم کافی شما به شکل عمل میکنه از مروچی که بعد تمام یه مأموران باید از ما بترسند با همیشه وای مبارزه متشکرم